در پیام امسالای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وضع کنونی جامعه تاجیکستان مورد تحلیل و بررسی گسترده قرار گرفته سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور را برای امروز و آینده کشور معین نمود. در رابطه با سمت‌های پیام سروری دولت با تشبث دانشگاه کنفرانسی علمی و نظریوی ولایتی دایر گردید. گزارش نخستین ما در این خصوص با شرافت سیاست خردمندانه و آینده‌ساز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به دستاوردهای نمایان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نائل گردیده دستاورد و نتیجه‌ها و دورنمای سیاست داخلی و خارجی مملکت در پیام سالانه پرزیدنت کشور مورد تحلیل و بررسی گسترده قرار گرفتند. دستور هدایت‌های پیشوای ملت که در پیام امساله ارائه گردیدند از جانب جامعه‌های مهنتی کشور و ساکنان مملکت هم‌آوازی گرم و جوشان پیدا نمودند. در رابطه با این با تشبث دانشگاه در تاریخ 2 مارس سال روان در مرکز فرهنگ شهر خوجند با جلب دایره وسیع عالمان و متخصصان و مهمانان از تشکیلات و مؤسسه‌های ولایت کنفرانسی علمی و نظریوی تحت عنوان پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و رشد تاجیکستان صاحب استقلال دایر گردید. در همایش نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، اهل معارف و فرهنگ ولایت سوخت، عالمان و استادان شرکت ورزیدند. طوری که مردم شریف تاجیکستان میدانند سنه 20 ینوری سال 2016 سال جاری پیام پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت تاجیکستان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردید که در آن سمت‌های مهم رشد جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفتند. در همین ردیف در تمام گوشه و کنار جمهوری عزیزمان از آن جمله در ولایت سوخت چاربینی‌های زیاد عاید برگزاری و در عمل تطبیق نمودن هدف‌های استراتژیکی که پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت امامعلی رحمان ذکر نمودند مورد عملی قرار گرفته ایستادند که در این کنفرانس در این همایش علمی نظریوی مسائل مبرمی که برای رشد من بعد جمهوری تاجیکستان اهمیت خاص دارند مورد بررسی قرار میگیرند. رکتور دانشگاه پروفسور جمشید جورابویف در افتتاح همایش عاید به نکته‌های محوری پیام پیشوای ملت که جنبست نتیجه‌های فعالیت سالانه ساحه خواجگی خلق و تحریزی دورنمای رشد من بعد حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مملکت محسوب می‌یابد مفصل اندیشه‌رانی نمود. مهمانان همایش مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت تاجیبای سلطانی عاید به رشد حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور وظیفه‌های در پیش ایستاده سخن کرد. سپس معاون رئیس شهر خوجند امید مرادی، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلاموف راجع به پیام پیشوای ملت، سمت‌ها و هدف‌های استراتژی مملکت، تربیت جوانان صاحب تخصص در سمت استفاده تکنیک و تکنولوژی معاصر ابراز اندیشه نمودند. فقط یک نکته رو من گفته می‌گذارم که آنچه که جناب اولی در پیام خود گفته گذاشتند آن چهارمین سیاسی که انتخابات سال 2015 برگزار گردیده و مجلس‌های نمایندگان مجلس عالی و مجلس‌های محلی برگزار گشت علیه سپاس منتداری خود را پیشوای ملت و تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان بیان نمودند. انتخابات در سطح بلند شفاف دموکراتی همه‌طرفه با سرزمین تمام کشورهای جامعه برگزار گردید. بعداً طبق برنامه مدیر کافدره تاریخ خلق تاجیک دانشگاه داتسین جورابک اسمیدینوف در موضوع پیام پرزیدنت و رشد من بعده معارف و علم سخن کرده راجع به اهمیت استراتژی معارف همچون ساحه افضلیتناک رشد جامعه وابستگی قوی داشتن سوادناکی جامعه و تربیت نسل ارزنده دوران از فعالیت آموزگار مورد پژوهش علمی قرار گرفتن پیام امساله به هدفهای اساسی انکشاف جمعیت ابراز نظر نمود. در پیام سرای دولتمان به رشد ساحه معارف توجه مخصوص ظاهر نمودند. چطوری که اون کس قید میکنند آینده مملکت از فعالیت آموزگار و رشد علوم معارف وابستگی زیاد دارد. در خاطر باید داشت که نه تنها ملتی با سواد میتواند نسل صاحب معرفت و دانشمند
و کادرهای ارزنده دوران را به اوج رساند. مدیر کافدرای مالیه و قرض داتسین توختابوی توختایف در خصوص سمت‌های منبعده ترقیات اقتصادیات کشور معروضه علمی نموده اوید به دستاوردهای بی‌نظیر حکومت مملکت در تامین اجرای هدف‌های استراتژی از جمله تامین استقلالیت انرژتیکی، از بنبست کمیونیکاسیونی رهایی یافتن و تامین امنیت عضوقواری کشور ظاهر گردیدن توجه پیوسته از جانب پیشوای ملت، بلند برداشتن سطح و صفت دانش و تحصیلات، آموزش تکنولوژی‌های معاصر، رشد کارهای علمی تحقیقاتی سخن کرد. ذکر گردید که پیام پیشوای ملت افاده‌گری محور و صداقت به خلق و رسیدن به آرمان‌های همیشگی مردم ارزیابی می‌گردد. مقصدی برگزار نمودن این کنفرانس این خوشدار نمودن جوانان ما از شامل نشدن به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی تروریستی که امروز تمام جهان را فراگیر است و می‌خواهند جوانان ما را گمراه نموده به این حزب و حرکت‌ها شامل نمایند.